زن ماما جان. با خدا در اینت میپرانمت میفهمیانی حاجت دیگه چیز نیستک. عادت تبشو برگم شو برو رنگت در خاک برو. خب برو میرم. فتنه آخر زمان. ایسونه نخی هیچ چیز ناورد هیچی اگه نچرا دکل که خود ناورد از خانی نمیخ خیلی خروارا داشت ننیش قیدیت ندادش او دیگه مردم خانه پلش میشه تو چشما باید بیرون گرفتش باز کارسی که نمیبری تلامولا دکل شکتیش دیگه وقت دیگه دلم مرسل چی شد سمیرا چی شد؟ مادر بیا تو چی شد سمیرا؟ چرا سعی که تو به خدا زدی آگور کردی چرا اینقدر میکنی؟ من فکر نکن جانو زن کاکای خدا نه زن کدوم چیز نیست که همون تو دستش مامد من کدوم چیز رفته گیاه نداشتم زن کدوم همه راسته رو بچه ما مثل مادر فرستم نه زن کدوم چیز نیست بخدا حالا چی میکنه روز میخوایی؟ حال کلمه خورخونده شده اومده مریم جان خورخونده یک روز میه 2 روز میه هر روز خود نمیشه که بیایی تو داخل از خانه شب خورخونده هستی خود من کدوم خورخونده دیگه نداره اینه برم خدا داده مرم اومده دیگه بله آقا رفتیم آرزو جان خودت چی؟ نرفتی؟ نه دیگه نرفتن همه ایمشان نیا بذار من بودن یه بختر بودن چی میکنه بچه؟ ایت فقط همه دوستان گفت میزنم حالا تو همه هر ده 24 ساعت تلفن در گوشی توست این تلفن به خاطر یک حل مشکل است 1 دقیقه 2 دقیقه یا 5 دقیقه یا 10 دقیقه اما تمام روز که میبینی تو در این مصروف تلفن هستی چی گپ است؟ چیز فقط رفقم زنگ زده بود از خاطر از او گپ زده بودی حالا من رفیقایت چی کنم رفیقایت نان کدام حول ولا دانم آمده بود چی کدام سنم بگیرم کدام غمم بگیرم او سعی کن سمیرا را که گاهی او زفت میکنه گاهی مریض میشه گاهی پیش دکتر ببر همین نمیگه که ما مسئولیت نمیکنی همین سودا چطور میشه سودا گرفت همین گفتم نه ما که فکر تا بگی نخواد تا کیا او تو میری که رفتی اونجا میری خانه مچم که خانه ازوا میری خانه نامزادت میری کجا میری از خانه مبری معلومت نیست کجاست که به سودا بیاره نیست پرسان کردم همه میشن گفتی ضرورت گفت نه چی وقت پرسان کردی من چرا خبر ندارم او بچه یک کمک خود اصلاح کن تا کایا ما بگویم قضا گپ میزدم حالا خب گفتم که همین هر دقیقه که ما دیدیم که تلفن در گوشت است اگر در ایشون هم میری تلفن در گوشت است اگر اوشون هم میری نمیزنم خیلی خمس کار نمیزنم او بچه خطما با زبان نکنم میگه نمیزنم من گیرت نکردم نزدیم گپ رفیقای بود میگه خانه زونه رفت 24 ساعت توست تلفن از خانه ما میری گاهی در تلفن گپ میزنم زبان بازی نکن بسم الله ولی برخم کنیم خوشت که واقعیت نبود پدر خاموش کار واقعیت نبود
گفتم خوردم یک قفاقه. فردین خوش شده. چی میکنی بچه؟ بس بخیر. شکر چی میکنی؟ یه مادر بیا که گاو زنبور مرا دیوانه کرده. چی میگه؟ با خدای نه آمدم به نواسه آزار میتیم بچون در خانه میره میای آزارش میدی حتی اختارا که تو به این رقمی هم سلمان میگن زیر زناقی مرا میزنه که تو نواسه ما چرا آزار میدی اولاد برمی میره تو هیچ چیز نیستی ما کامت هم چه میکنم فهمیدی میفتی چند تا کردی؟ ماما گفتم چه گفتم میفتی مادر من ندیدی؟ گفتم من میگه پارا نزنم اینجا مادر چی کارات میگه مادر چی باشه خب تاول صابون در جانش کار نکرده نداره دیگه مادر من تو آدم هستم مادر تا چی کنم شما قوم دیاب هستین ما چه میستین نوستین هفتم بچه تینم اینجا میایم قدرشون میکنیم لذتشون میکنیم چی کردیم کدوم بعد این برشسته نه گفت اولاد بر من میاد که کاتش جنگ داری دعوا داری آزارش میدی من گفتم ما آزارش ندادیم زن با ماجرا برک شما چندان مردم نیستین ما چه می نیستین اون نیستی ولی خوب مرا اختارای قایم دادگی یاد خدا از چی باشه نواسش چی باشه مادر جای باقی لغت شده چی داره که تو که دقیقه قمیت رو گپا میزنه سعی چی میشه لق از فرق سرش برآمده خیلی میگه بقر که سر گردنش پای بانی که چی میشه برای نقص ما چه خبر دارم 24 ساعت اینجا پتا جایشان هست میراث خوره اینجا خبرن وقتی یک دو تا میراث بریم به خدا کامش بعد بالا میکنم من کدام میادم من نیستم دوستم در پشتم باشه به خدا تدش کنم که بیا بعد از قدر بعد دیدیم شما هنوز گفتم زنم جان خوش آمدی خوش آمدید دولی ما خانه ما خوش چی آمدیم فلان آمدیم تو چرا نواسه ما آزار میت گفتم زن ما نواسه چی ما میشه نواسه مامای میشه گفتم چرا آزارش بدم نه اولاد بر من میای فلان میای چشمایت از کوش سرت میگه من میاد تار میکنم برای کارا رو کنی میفهمی میاد مادر نکنه تار نکنه گفتم زن ما کلام احترام تا دارم اینا ما هیچ کار نکردیم مقصد این مادر من میگه پای نشنو خوب پریسته ما دقیقاً مادر نیست خوب بشنو مادرت من بشنو هر چی از دستان خلاص خب اما تو نه دستان خلاص میشه یک دقیقه دیوانه که کاجکور کردن در کنج شفاخانه جای شد اون نوبت به طور استرا می رقم نشه بگو اما که خودشون فکر نداره که ما در میخوان نه هستیم باید هر کس هر چیز میگه چپ خدا بگیریم تا که معامله دختر جمع شود تو کارو کنین که از دختر خدا برات میته نه کی میده در اخلاقش خیر بانش تو اگر فدا جانش رفتم با بین روز حال خودک مزی چی جور میکنم با خدا اگر گفته اون دست پستش کاپر نکنم من کدام آدم من نیستم خدا بعد چوب بگیرم چی فکر کرده خدا چی کار است که بچی من تو را بگویم گفتم چه گفتم زنم ما هیچ کدوم بدی نکردیم تو وقت بسیار گپ چتی زد یکی مادر سر مرغای هوا گپ میده تو چیستی خدا گفت ما دقیقاً مادر نیست خب اما تو گفت دقیقاً مادر نیستم دقیقاً مادر نیست مرا شما قوم بیاب هستین دوز هستین انت گفت خب میفتی خیال خود که دانی خود میبینی میراث خور وقتی میراث یه پنسل انداختی نمیری شو نمیخوری مازم خاطر گفتم باشه یاشان تو میگفتی چرا ببینم ما برات لیاز نکو کفته قصه نشی لیاز نکو تو لیاز نکو تو چرا خود برات چوب گرفتی ما گفتم باش کلان است گفتم خیر است ما تو را ببینیم اینا خب کلان است که باید کلانی خود بفهمه نه چون خیلی تو زبان وزی میگه جنگ میکنه تو خود گیر کرده چشم خود دیده باشه در چشم خودم خود ندیدم کار من چرا خود نواسی از آزار دادیم میتی کدام ثبوت داری نه ثبوت دارم نه دیگه داره 24 ساعت دینم درار عالمی اختار دادنش چی فایده ما از دروازه اومدم میرفتم طرف خانه مرا صدا کرد که بیاجا بچه بیاجا تا اختارا تو و زیر زناقی رقم دست بالا میگم کلان هستی باید از همین کارهای تا نکن اگه مادر میبینه چی میگه تا برو تو چی باشی که مادرت باشه صبورم تا بال بچیم در جانش کار نکنم در جانش نار یک دفعه میرم فهمیدی نه فهمیدی با قرآن ترش کنم بر کل نفردی خود بشویه من بعضی خود چوب گرفتی تو سر بیا لفای پاشو برو بر شد خب شد ناله من اون جزای تا ببینی بسیار شد نه چی مرگو یک پینکی خواه میبری تا خواه میگه شاید پولا نمیشه ویلن جان گنس هستم فشارم بالاز در گرفت حالا تو کدام فشار پایان و همیشه از تو بالا بوده خود چطور کنم دیگه کار خدا سخت کار خدا خست راست میگی تو چون سر بچه من خواهی مقال پتکه و جذبه میگیرم بچه و بعدی تو چی بدی کرده فردین جان خوراک قدر سرخ نرو صدقی چم خور جان یک دفعه نواسی مامده سرش انداخته دیگه دفعه آرش خندی کده سرش دیگه دفعه آمده خور جان تو کارستانایی که نواسی میکنه که حال تو چی دشمنی داری چی اودرزادگی داری او رقم نمیشه آسنت که نان نخوری اینو بر تام میکشم بخو خیر از مادرت خوب میشه دیگه اونه خدایا دل از دل جداست من امیال مادرم در چی میفهمی کل چی سر میشه آن نمیشه که تو نخوری مادر جور میشه خب بخیر این یارو کشیدم ببر بخیر این یارو بگی
نه دسترخوان ده آه بردیم بردی؟ بیا هیچ کس نمیفهمده زندگی کس چی دیر میکنه چی حالت است چی تقسیم نمیشه کدام میراث مانده که تقسیم نمیشه که تو قصد لجقتی نواسیم گفته آخوار جان یک کارستانای میکنه سرنوشتی کلش دروغ است بچه ما بچه تربیت نکردیم تو بچه تو شاهزاده وقت فکر شام نمیکنی که تو میگی خب گرمیش کرده رفت کرده دیگه نه اون داخته بود سرش نوسی متادم نیست که اصلا هیچ هم یه موضوع را یاد نمیکنه گذشت میکنه من یک طرف اوضاعی از دیدم که بسیار همه بیتاب بچه خانم آقامش گفتم آجان بیبی خود چی گپ هست یک چیز خان هست گفتم تو بیبی جان نه هیچ گپ نیستی نه گفتم بگپ نیستی بگو حقیقت اون تو سر ما انداختن سر بشخردی چو خردین تو یک چیز که تو برمی من باور نمیکنم نانویت میگم من یه چیز نمیگم که نانویت خفه نشه آزرده نشه در دلش چیز نگرده بچه می خودیده که بچه ما انداختن کی؟ امیر نواسید مستقیم برایش استاد شده البته گرمیش کرده است کسی شوخی کرده بچه ما تو نیست ما تو مادر نیست ما بچه تربیت کنم بچه های سرشون نباید یک شخصی پایشون خورده میشه تو بچه های بیدار و دیزبار را چیز هستن میگمش که قطرتک نرو دیگه این قضاش نرو مکه چیزش نرو خبتن نرو آقا اینجا مدی پنیسیرم نقطه شور نمیخواله برش خستون خانه جا زندگی ندارید نواسید مال خانی و 24 ساعت خواستیم یه وقتی وزن دست کردم مجبور هستم که دخترکایش جوان خودش در شفاخانه افتاده قصد باید چجوری بشه دیگه میگه نکاسه میگه جمع جوری میگه 24 ساعت تمانی دلشان خواه جمع از دلشان خواه پر است که اینه یک کلام در خانهشان هست باید خودت پیش نواسر از پشتت میگه دختر جوان نامزاده رو در خانه خود چی میکنی؟ نامزادش هست نه نامزادشون باشه که تا کارسی نکرد تا خانه خود نبود ضروری نیست که بچه جوان از خانه باشه ما نمیخوریم خیلی نباشه خیلی کی پخته کرده تو پس مزه بعد برزن یک قاب خوردیم هر مجبوری میخوریم خب میبینی که مجبور هستیم نان در خانه نخورم پیدا کجا بخورم یک روز بیشتر بختم های پیاله آخوری تم ببر نه برید بخته که نیشت میکنم چای داریم یعنی چای چای میرم آسمار جا ندید چای اگه بیاری بسیار خوش میشه امیال نان خوردیم با سرنان آدم چای میخوره ما عادتم هست خامیار اینو جمع نکن خیلی بذار یک چای رو بیار که چایم بخوریم خلاص با دختر رو خورخونده تو رفت راستی؟ چه کار داری در خورخوندهش؟ زن بیادر مثلا خب بیگانه خب نیست پرسان آرام نکنه بشی گپ نزن زیاد وی؟ دی گرمی و چای میخورم دیگه اون از بگی تالا خورده 6 تا آل چای بانم دو این چای یا خسینی رو میبرم بردارش کلمات رو میبره برو اینجا رو من جمع کنم به خدا مانده شدم ای خدا جای هر چی میشنه مادرم باز آسنات مادرت خوب میشه خوب است اون در شفاخانه از جان جور است اون کدام چیز خدای نکرده میشد جان جور است که او را بیستر کردن خانی ما خانی از نداریم دیگه دالیزک هست خدای نخواسته سرسینی تو خونه شیشتیم سرسینه شیشتر نمیتونی اینم یک شیشتی هم اینجا بیخیر یا تو گفتی اگه تا یکی برگاه تو جنگ پرتی از یک جنجال خلاص شد اینا یک جنجال که دیگه که بیرو بره بچه من گوشتایی بتیم بچه زیر زناقی بزن و هر چیزا مویایش بکن بچه من تا حالا خوراک بر تو نمانده که تو مویای بچه من رو بکنی تا بال و آدم به دنیا نامده که مویای بچه من رو بکنی از زیر زناقی بزنیش فهمیدی؟ دوست میگه تال و آدم تولد نشده بیازی نشده جا تربته یا جا بچه تربته میخه واضح دیگه باز یک آدم پیدا خواهد شد در آینده خدا که پیدا میشه بسیار وقت میگه شاید بزرگت من مرده باشم نه خدا که من زنده هستم نخواد پیدا خدا شد خواهد دیر نکنه نانو جان ناق بچه من تا عاجز آرام هست که دیگه توبه حال شما به خاطر دختر که بچه من که دشمنی دارین اون خط جداست بغیر از بچه من این کارا نکرده و نمیکنه امی بچه ترجیح نمیشه
این بچه من چی میشه بچه نانید که من چیزی که بچه این باشه دشمن هم کجا زن بیادنی کردیم این خدا آلا میگه کجا زن بیادنی کردیم با خدا با جان جان و با قربان مرا شما گفتیم تا خنجر میزنی راستی اما هر جایی که غار شده خنجر تو زنی تاثیر ماست کجا رفت تو یک طرف و دیگه طرف برو میشه خدا جزای شد که در شفاخانه جای شد انال تو آمدی در جای زود تو شیشتی باش نوبت تو هم خاطر رسید خیر است اگر کدام چیز جدی میبود خود سلمای برد میگفت هیچ از دلم نمیره هیچ هر چی که میشینم میگم باش که فکرم نگشت با خدا خودت در کدام مرض گرفتار میشی این رقم فکر کرده چورت زده کدام خودم در مرض گرفتار میشتم مادرم به یالت نمیبود چی روی دیگه حال خوش شده دیگه فقط دعا کن دعا که زودتر بیای خوب شوه نکو تشویش رو دختر حالا من چقدر رو بگویم که تشویش نکو چقدر مادر ما بگویم که غال مغال نکو چقدر فردی نبگویم که برو پشت کار بگرد زفر نوشته نکنه جمع کنم بشویم خیر از باش دالق گرم است امیم خود گپ ما باش نمیکنم فردین خوب چیزی که امیم بگویم میکنم حالا هر گپ کشو کت ما دوام میکنن جنگ میکنن جنگ خیر است که این فردین تو خوب رویه که اونمو هر گپی که تو داشتی اونمو رو در خوبی بر مادرم بگی وقتی که از گپ تو نمیشه در خوبی گپ مرا گوش میکنم هر چی که بگویم شروع میکنه گپ دگره نیاله از وقت که خوب شده تو هم کم زبان بازی نکو میگه زبان بازی میکنه در این فردی کی مریم چی میگی از بس که گیچو میکنین با خدا بیخی نامای تنم سچپا میگیرم خیر از فرق نمیشه دیگه او هم بیاز بیادر نیست میگه زبان بازی کردیم نه خب مادرم میگه خب من او را گفتم که از دست خودتان است خب خیر خالی امی جایز است که می رقم امی بر ما می هر دقیقه یک مادرت میموره آل من میفهمم که گپ خوب نمیزنن خدا آمد بچه که من دلداری بودم میگه مادرت میموره غیر جایداد میگه و خانه میگه و فلان نمیگه چی بگم دیگه چی کنم ماما چی بس که گانده پاقا بدن میمیم خدا از که جان مرا بگیره که مکلگی بیغم شد نگو دختر او گپاره نزن راست میگم دروغ میگم خب نزن همی گپاره همی گپاره بگه کلگی گپ میشه میگه توستی کل ملامت توستی خب خیر از دیگه میگم که تشویش نکن باش من برم اینیا رو ببرم باز پسان میشه ما بیدار به زبان گیتر و خدا بر پشت همی گپ نگرد پشت همی را پور چی نگرد اما بچه به خدا خگاه چشمش برداشت کنه که ما و تو خوب باشیم کدام بچه؟ یعنی بچه چرا خوب چشمش برداشت نمیکنه؟ او کدام دختر نیست یا کدام گفتی اگان تا کدام همی آدم عملی چی کار داره چی عمل داره بچه؟ یک پاک ستره بچه است پاک ستره است تو وقت داره نواسی توش کار میکنه دروغ میگه جنگ مندازه با خدا تو زیپای بچه را مرچه آزار نمیفته بچه من تربیه کردی مرچه آزار نمیفته ولیکن چی مرچه آزار میفته تو مشکل کردن شما هیچ مجور نمیم بیشینم اینجا تا که جوری دیگه جور شوی یکی در شفاخانه افتاده بگی که انشالله بخیر تو هم رفته نیست در شفاخانه برا از دانت برای در گریبانت داره انشالله تو هم میدی گمش که گم شوی میشی انشالله اینجا مده خودم دختر 5 سال سر بچه من گپ میزنه با خدا سر دنیا را قیامت کنم تو بچه من را بگی که اینجا بخون اینجا بیش دامن سوخت تو چی کار هستی؟ اینجا میمونی یا صاحب خانه هستی؟ که بلا جان اولادم هستی خون تخم با خدا برد خوش کنم خب دست سرتون شبه شما شغالا روزش که برسه سیگرکای ترمت توبتم که در زندگی بیزارت بسادم تو هنوز مرا چی فکر هنوز صابون من در جان کار نکرده یک دفعه من در هدف برسم مقصد هدفم پوره شود باز سایل تا بی دیگر باز وقت دیگر روی مرا میبینی یک روی دیدی باز وقت دیگر روی مرا میبینی
ای خدا سلما یکی نیست حداقل کاش که میموندم یخنی رو خودمو برش بکنیم دوا میخوره بردیم همه قضیات از دیگه میفهمی که نه ما نه همه قدر شناختم خوب چیز است من شناخت داشتم تا داخل خوبانده یک گردیدیش سلما کدی یخنی کجا آدم زنده میمونه اونم کدی پایپ خب پریز برش پایپ تیر کده چطور کنه سلما نمیشه خب گوشت پلا بودیمش خب خدای نکرده مادرم چیز نشه زودان تا به خیر واس کن دلم نارام است ای دلم آرام نمیگیره سلما دل تا بیخی آرام کو جمع کو مادرم خوب میشه نه این به خدا فشار خودم بیخی پایین است کمیاله هیچ بچی نیست نی یعنی سابقه وری نیست میگه دکتر گفت نیم میگه صدا رو میشنوه گپ بزنین کدیش گپ زدن نمیتونه یکی میگفت سلما مادرم در یالت میرسه و زنی که مثل کووار بود یقدر قوی بود حال سعی کرد چقدر ضعیف در بستر افتاده دیگه خود دیگه چطور کنم سلام زن کاکا جون خواستی؟ علیکم سلام جان کاکا سلام کاکا دیگه برای مالکم بچه چیکار چطور بود مادرتون دخترم خوب بود دیگه زن کاکا جون اقدر وضعیتش خوب نیست چی کردم ما رو نمون داخل نمونم یخنی رو گرفت دیگه دیدیم از پشت چی پس برام آمدیم اقدرش خوب نبود برش پایپ تیر کده بیبیجی خیزن کاکا جون شما باشین برش یخنی بیارد میندازه که مقدر دوا رو خورده بود خدایا ولی چی رقم با ارزویشان بگویم به زن کاکایمشان بگویم خدایا خیر وضعیت مادرم خوب گل چی رقم بگویم که وضعیت مادرم خراب است خوب است که با ارزو نگفت دکترای گپه نالو هم جگر خونی کده بس وضعیت از خراب نشه خدا شفای عاجل کامل بکشه چی وضعیت مادرم خراب است خدا نکنه که مادرم چیز شد نه بچه نه تو گپ بعد نزن پیش از پیش نه بیبیجی من میفهم دل نارام است حس میکنم حتما یک اتفاق مفته بیبیجی من بدون مادرم چی کنم کی را دارم بیبیجی نکو دختر کنم دیگه نکو صدقه دختر خودشم نکو بیان بچه خدا جورش خدا شفای عاجل کامل بکشه بچه بیبیجی من بدون مادرم کی را دارم میفهمم بچه میفهمم مشکلتانه میفهمم جان بیبی خود جان دوستان کاکای خود بچه میفهمم بیبیجی کی فکر میکرد که مادرم در قسم یک بستر بفته تو ناچار باشه خیلی دختر گلم گریان نکن دختر نازم گریان نکن جور میشه بخیر جان نمیشه بیبیجی با طرف وضعیتش دیدم رنگ رو خوش بیخی تغییر کرده بود حتی کن از نان خوردن مانده نان چیز خوردن نمیتونه؟ نمیتونه من خب میفهمم دکترها به سلما گفتم سلما بر من حقیقت نمیگه پیچی گفت است سلما به من حقیقت بگه که بچه سلما بود میکنه بیبیجی من خوب میفهمم دکتر کوشش میکنه هر گپ برش میزنه وضعیت مادرم خراب من گفتم که تاثیر چی هست چی تکلیف داره چی نداره اما عملی عصبی که سرش آمده بود بیبیجی اصلا بخاطر الان خدا یک دقیقه خواه بیار زن ما دیر نکنم زن که مادر من پدر بود برای من مادر بود به چه سختی ها که ما را کلان کرد میفهم بچه حالا گرد چند روز خوش بودیم ما را هم بودیم سعی کت وضعیت مادر ما در چی حال رسید حالتش میبینم دلم تکه تکه میشه خدای خیره تو یک راه حل به ما نشان بده خدایا چی رقم بگویم آرزو را که نگویم من ملامت میشم مادر من خو نیستن و مادر از او بیچارم است در وضعیت نیستم که او را بگویم اگه او را بگویم او هم جگر خون میشه خدایا خیره یک کار که خدایا خیره مادر من خوب که خدایا چی بگویم کی را بگویم زودتر این نمیشه من گفتن نمیتونم آرزو را
آرزو خورده از فعلا و وضعیت نیست که گپ رو تحمل کرده بتونه. میفهمم دختر گلم دعا کو برش بچه نماز نفل بخوان که بخیر شفای عجل کامل بیفر دور میشم شلق تشویش نکن دختر نازم سلام بات میکنه بیادی خدای نکرده و میفهم مادرم به چیز میشه و شبانه خوش میبینم. خدا خوب کنه بچه خواه بد تبیر نکن خدا خوب کنه بگو امی بیدار شدی که امی خواه دیدی کمی بیدار شدی از خواه 3 دفعه در طرف دست چپ تف برد و شیطان لحیق کن. زندگی ما رو بیادی ما چیم که نظر کرد خوش آرام بودیم هیچ مشکل نداشتیم. اگر داشتیم نداشتیم مقصد خوش بودیم مادرم پیش ما بود خورم 4 طرف ما بود. میفهم بچه من مادر بکنم بچه خدا پدر جور کرد هم مادر جور کرد بچه قدر اردم شایدگی شما را کتا کرد کلان کرد دایی سمر رسانده تا نجان زن کاکای خان ای دوباره که خدا بخیر شفای عجل کامل بتیشه بچه بس زیادتر کسا پرسان کردم کس معمولا مدر باشه جور نمیشه هر کس دو شفاقانه بستر شده و پای خود رفته پس نو بده خدا اینی گفت نزن بچه خدا جورش کنه خدا مرگش نبیاره نشان نتا داغش برتا نشان نتا بی مادری سخت از بچه ولی کن تبیر بد نکو دعا کو باقش از گریان چی جور میشه اگر در گریان جور شوه این من شب تا صبح رستا بیگاه میشینم گریان میکنم افتپال میشینم گریان میکنم کمو جور شوه در گریان در گریان نیست بچه ای کاش مقصد بشم خدا چی رقم خیلی دلم رو نگاه کردن نمیتونم نگویم من ملامت میشم صبر روز خدا نخواسته مادر مکتیز شد خورم می پیشریم استاد میشه از ما سوال میکنم اگه تو خبر داشتی خدا خیر ما رو به روز نرسون خدا وضعیت مادر ما خوب کو پیش هیچ کس نه چیز گفته میتونم نه چیز کردم میتونم در خودم ماندیم و تمام دنیا و زندگی ما ای کاش خدا جان مرا بگیرم از وی بچه الو چی باش بچه چوب دختر گلم گپا نزن مادرم چی شد خدا خواهم مادرتم گیر نکنم که بخیر شما دخترها در پشت بخت خود برسید در خانه و جایتان برسید چند پیش پای خور کس نشین هر کس هر گپ نزنه سرتان اون مادر است که سرپوش از سرتان خدا هیچ کس بی مادر بی پدر نسازه بچه دختر که در خانه پدر بی مادر بی پدر باشه بازه هر کس سگ سالم کس را تیر شوید گپ خدا میزنن با این دقیقه ما احساس نداد که ما پدر نداریم کمی چیزا با ما هم خودش نخورد از نان رو خود زد به مادر بچه احتیاجی ما رو کلان کرد آخر هم نقصد شد خانم دختر گلم نکو گریم جان زن کاکای خود نکو گریم دختر گلم نکو گریم جور میشن انشالله جور میشن زن کاکا تو وضعیتش ندیدی بچه وضعیتش خراب بود گل زن کاکای خود مرد در درد نیست مرد در وقت واده است وقت وادهش اگر پوره باشه خونه میره بر ازای خدا منی که وقت وادهش پوره باشه زیاد جواده است مادرم زیاد جواده است ارزش رفتن نداره نکو گریم نیست گل زن کاکای خود نکو گریم بچه نکو گریم کار فشار ما بالا نره نکو گریم گل زن کاکای خود خیلی خدا میره بان است زوهر جان ای خدا خیلی جان جوره شکر خیره ای خدا چطور که حال ما رو گرفتی سایی که توی قلب ما چی قسم زن خلاصی بعد این همه وقت شما خود نمینم اون طرف ما دون دختر جوان در خانه چی میکردیم خوب از همون شکر که زن کاکای ماست زن کاکای ماست اون عبید است در یک دالیز این بلا نمیخوری تا نه اگه نمیریم میفه شما رو میبینیم اگه نمیریم میفه شما رو من میبینم خانه شما خود دور نیست خب من چوب خودم میگیرم در این خانه میشینم که باش که خیر دعوا نشود در این خانه جنگ نشود از خاطر دیدی از خاطر جنگ و دعوای عمیم و فردین نرفتم پیش مادرم یک دفعه من در خانه برآمدن نمیتونم خیلی من چی رقم کنم در این خانه اگر این دختر رو جز مالی میشه زن کاکا بچه میگه از آدم چرچرک نترس از آدم خاموشک بترس میگه چرچرک بام بده بام خاموشک کارش تمام خیر بین جان بابا السلام علیکم
السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم چشمای ما روشن چشمای ما روشن سلام خوش آمدین سلام ماندانا باشی چطوری خوبی خوش آمدین